شیخ راشد حاکم دبی سال 53 به ایران اومد تا با مقامات ایرانی دیدار کنه. او از کارخانه‌هایی مثل ایران ناسیونال بازدید کرد تا بتواند برای پیشرفت کشورش بهره بگیرد. اسدالله علم از آن سال در خاطراتش نوشته است: وقتی حاکم دبی به ایران آمد، روزی برای صرف نهار مهمان شاه شد و به صورت خصوصی صحبت کردند. بعد از صرف نهار از شاه پرسیدم شیخ راشد چطور آدمی بود. شاه پاسخ داد: این شخص نسبت به سایر حکام عرب بسیار روشنفکرتر و مترقی‌تر بود. به زبان انگلیسی تسلط داشت و از ما خواسته در راه پیشرفت کشورش کمک کنیم تا مانند ایران کشوری آباد داشته باشد. حتی درخواست کرد کنترل امنیت کشورشان را هم در دست بگیرد.